امروز میخوام بی‌نقص‌ترین و راحت‌ترین روش پخت فلافل رو بهتون یاد بدم. نخودایی که از شب قبل خیس کردیم و به همراه سیب زمینی، پیاز، گوجه، ادویه‌جات هم که در کپشن نوشتم، به اضافه سیر و یکم آب سرد همه رو داخل خردکن بریزید و چند پاس بزنید. در آخر بهش 3 قاشق قوطی سوخاری اضافه کنی. اینم از بافتش بذارین 1-2 ساعت توی یخچال استراحت کنه. برای سس خوشمزه از ترکیب کلم، پیاز و خیارشور استفاده کنید. یکم فلفل بریزید و در آخر سس مایونز رو اضافه کنید و بذارید داخل یخچال. بریم برای سرخ کردنش. این قالب فلافل یه اهرم داره. اونو به سمت پایین هدایت کنید. روی قالب بریزید. به اندازه دلخواه، خیلی بزرگش نکنید. اطرافش رو تمیز کنید. با حوصله شکل بدید. وسطش رو با ته قاشق یه حفره ایجاد کنید که کاملا نقص پخت بشه. نکته مهم برای سرخ کردن فلافل، مقدار روغن باید زیاد باشه. حرارت توی 5 دقیقه باید زیاد باشه. بعد 5 دقیقه یکم کمش کنید که وسطش پخته بشه و بوی خامی نده. با ترکیب جعفری و خیارشور و سس محشر میشه. حتما درستش کنید.